اف حشمت خلقی کل و در جمع بویا نشانتا ویا کو خلق مسلمان حش پیغمبر صلی الله علیه وسلم دکت و تب اف خلق هاتنا کو پیام آشتی و برایتی و تبعی تب جهان بلاف کن و با کردستانش بلاف کن یعنی او هاتنا بیشن ام دکارن برایانی بیشن ام دکارن آشتی بیشن ام دکارن هفدورا بیشن سر دستور محمد صلی الله علیه وسلم سر پیام پیغمبر صلی الله علیه وسلم بله امشي دکن بله ام گلک زیاده تر مانگا مولود پیغمبر صلی الله علیه وسلم دکن ما مولود پیغمبر 12 ربيع الثاني ام دکن کرد نفالک ام مزن جبو در برنا خوششتی با محمد صلی الله علیه وسلم کردستان ام دکن ام هم زانين بسلمان هر مذهب بي هر عرض بي امي براي كودفن بله دسته زوردارا و دسته ظلمه وصاب برایتیا بسلمان تفرقه شکر هند زانن ارز مسلمان پارچه پارچه کرن و بسلمان جگدو جاکر امپریالیزم وساکر نم بسلمان ابخو وساکر بسلمان جهدي وصاليات بله از بیشن وان من مناسبت خدمت مزنه برایتی و خدمت مزنه یگونا بسلمان اندکن پاشا روشد ان شاء الله تعالی ام لازمه لبردية مهبي يعني هر کسی که غلط اقدر بره ما کرد ام نه حق خوش جلستینین ام جو عفو کن و ام هفدو وخینین يعني از جهه ما تو جهه او جهه هم بگوا حسابه کدو بکن و ام هفرا بگورا دکارن دشتاکی قنج و جوان پیشکش بکن ام دکارن بیشن محمد صلی الله علیه وسلم مکم دکت آین اسلام مکم دکت برایتی مکم دکت و انسانیش مکم دکت ام دکارن به هفدو را هر ترك وكرد وفارس وعرب وعجم وانجليز هر خاص ام دكارن بيك وباشتي وبرايتي بيجن هر يكي سردستور اخو ام مسلمان سردستور مسلمانيتي يديش سردستور اخو هر مروف دكارن بيك وبيجن ام دبيجن نفره بلا شر بيجي برايتي بيجي اشتي الحمد لله این نماد ایمان و محبت مردم کردستان ترکیه است به محمد صلی الله علیه وسلم، به اسلام، به قرآن و حیات امت اسلامی انشاءالله. مایه عزت حیات اسلامی است. به این شکل این نوع تظاهرات خیلی محدود، اونجا فضای اجتماعی به این شکل اجازه حضور نداره. من پیام اینه که قرآن میفرماید اذا جاء نصر الله والفتح ورأیت الناس يدخلون في دین الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا. اومدن مردم نشانه استقبال از اسلام ان شاء الله. ترکیه و کردستان ترکیه خاصتا بعد از این فاصله ای که در این 100 سال از اسلام داشت دوباره به آغوش اسلام برگشت و انشاءالله عزت اسلام و مسلمین و مثل سابق کردستان و ترکیه انشاءالله حفظ خواهد کرد. من از صمیم قلب تبریک عرض میکنم. واقعا جلسه خیلی پربرکت و پرخیری انشاءالله بیشتر سبب محبت و وحدت مسلمان ها میشه و انشاءالله یه سعی بشه که در مورد اخلاق و عقیده و رفتار پیغمبر صلی الله علیه و سلم بیشتر از این جلسات استفاده بشه برای آموزش مردم و هر سال یه جهت از جهات‌های مختلف زندگی پیغمبر صلی الله علیه و سلم پیشکش مردم بشه و عرضه بشه انشاءالله تا در همه جوانب انشاءالله رسول الله استاد ماهر و مجرب که بوده انشاءالله برای ما هم استاد باشه و ما هم از دنبال راه و پیروان واقعی ایشان باشیم انشاءالله. تنها راه و بهترین راه فقط شناساندن بیشتر رسول الله صلی الله علیه و سلم و رفتار او و عقیده اوست و هیچ رفتار و هیچ روش دیگری به اندازه روش رسول الله صلی الله علیه و سلم نمیتواند که وحدت و یکپارچگی بین مسلمانان ایجاد کند، چون رسول الله صلی الله علیه و سلم در زمان حیات خودشون توانستند از بلال حبشی، از سلمان فارسی، از کابان کردی، از صهیب رومی، از قومیت‌های مختلف دور بر خود جمع کند با نهایت محبت و صداقت و برادری. تنها راه شناساندن پیغمبر صلی الله علیه و سلم و راه و روش انشاءالله ایشان میباشد. پیشاپیش این میلاد بزرگوار را به امت اسلام و به خصوص به ملت ترکیه و کردستان ترکیه عرض تبریک میگویم. بنده از شهرستان بانه اومدم، روحانی هستم، اهل شهرستان بانه از کردستان ایران آمده ام اینجا. والا اولا من خیلی خوشحال هستم
به این جمع بزرگ که محبت رسول الله مردم را اینجا جمع کرده. از تمام اقشار، از اکثر کشورهای اسلامی، عرب، عجم، ترک، کرد آمدن اینجا و این جشن بزرگ برگزار شده. خیلی خوشحالیم و نشانه محبت ایمانی هم است. والا باید علما که حمد خدا در طول تاریخ علما کار کردن، زحمت کشیدن، باید اتحاد داشته باشیم، هرچه بیشتر کار کنیم تا پیغمبر را بیشتر بشناسیم و پیغمبر را بیشتر به مردم معرفی کنیم و اخلاص داشته باشیم، محبت داشته باشیم. تنها راه نجات امت اسلامی محبت است و محبت مسلمین از طریق یعنی شناسیدن پیغمبر صلی الله علیه و سلم. محمد را بشناسیم، قرآن را بشناسیم، دنبال دین محمد بریم. وقتی محمد را درک کردیم و پیغمبر را شناختیم، حتما راه درست و حسابی پیدا میکنیم و نتیجهش میشه اتحاد، برایتی، همبستگی و این برایتی و همبستگی و برادری است که ما را از تفرق و جدایی دور میکنه و میتونیم برادر هم باشیم و یک امت اسلامی واحد به امید خدا تشکیل بدیم که حمد خدا مسلمانان حالا در حال بیداری هستند در تمام جهان اسلام و در کل جهان. حمد خدا مسلمانان روز به روز بیشتر میشن و کارشان خوبتر میشه انشاءالله. این یک محبت ایمانی هم است، نشانه ایمان و تقوای مردم هست. انشاءالله ما بتونیم این شعار را، این لا اله الا الله را و این الله اکبر را و این صلوات که بر محمد میفرستیم صلی الله علیه و سلم در میدان عمل انجام دهیم و شعار را به عمل تبدیل کنیم. بیاییم خوب پیغمبر را بشناسیم، سنت او را رعایت کنیم و برنامه های او اول در خود عملی کنیم، بعدا در خانواده، بعد از اون در اجتماع و بین مردم پخش کنیم. کار ما اینه و این شعار باید انشاءالله عملی بشه و احساسات و محبت مردم از برای پیغمبر محمد صلی الله علیه و سلم و این نعمت بزرگی است. بعد از 1400 و اندی سال میبینی این همه مردم در تمام جهان، نه تنها در کردستان ترکیه، کردستان ایرانیا، ترکیه، عرب، بلکه در تمام جهان روز به روز محبت رسول الله صلی الله علیه و سلم به قلب انسان ها داخل میشه و انسان ها مجذوب به قلب پیغمبر میشن.